مطمئن باشید که تا ساعت‌های آینده این موج از پیام‌های مردم، از نظرات مردم میاد مبنی بر اینکه باید انتقام رو بگیرن. آیه سید عزیز، برادر بزرگوارم، شهید سلیمانی رو زدن، گفتیم انتقام سخت، انتقام گرفتن. اومدیم جلوتر آیه سید رضی رو زدن، گفتن همچنان انتقام سخت. آیه آروری رو زدن، مسئولین هشت شعبی رو زدن، مسئولین حزب الله رو زدن، باز هم گفتیم انتقام سخت و صبوری در اون جایی که شما فکر نمی‌کنید ما میزنیم. نمیدونیم اون زمانی که اونا فکرشو نمی‌کنن کی هست و قرار است کجا اتفاق بیفته. چرا ضرباتی هم زدیم، عین الاسد رو زدیم، اربیل رو زدیم، ولی این سوال رو باید بپرسیم از نظام تا کافی بود؟ آیا اربیل رو زدیم، آیا عین الاسد رو زدیم، کافی بود؟ بنده جلسه قبل که خدمت شما بودم اشاره کردم. خواهش می‌کنم، همه می‌دونیم بله گوشت 600,000 تومان، سکه فلان قدر، مسکن فلان قدر، اجاره اینقدر. دیگه آیا فشار بیشتر از این باید حس بشه که ما بگیم فعلا مصلحت نیست؟ و آیا اینکه هر کسی رو که زدن مثل امشب، مثل شب‌های قبل، باید بیایم بشینیم بگیم که خب شهادت رو 2 روز قبل توی صورتش می‌دیدیم، قسمتش بود، ایشون باید شهید می‌شد، فلانی خواب دیده بود که ایشون یک هفته دیگه شهید میشه؟ آقا مردم ما میفهمن برادر من، شما نزدی اونها زدند، روز به روز گستاخ‌تر شدن. خب تا کی؟ مماشات تا کی؟ امشب خاک شما رو زدن توی سفارت. خب باز ما قرار اربیل رو بزنیم، باز قرار عین الاسد رو بزنیم. پس کی قرار ما مستقیما اعلام بکنیم من جمهوری اسلامی امشب مقابل مصر کردم و خاک رو زدم؟